سلام، خوش اومدیم به کانال 10 تا دیگه با یک کلیپ جذاب دیگه. امروز قراره 10 تا از سوتی های برنامه‌های فوتبالی رو با هم بررسی کنیم. از علی منصوریان و فیروز کریمی و جواد خیابانی گرفته تا عادل فردوسی پور و محمد حسین میثاقی در این کلیپ نقش آفرینی کردن. قبل از اینکه بریم سراغ سوژه ها و سوتی ها، کانال رو سابسکرایب کنید و پست های ما رو لایک کنید. سوژه اول مربوط به برنامه 90 عادل فردوسی پوره. ساعت 1:00 شب رئیس هیئت فوتبال قم رو آورده رو خط و انقدر رو مخ این بشر رفته که دیوونش کرده. من شما چرا میشنوید من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفتید الان ندارم. نه الان ببینید اون موقع چه چیزو. ببینید شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تعجب میکنم. یعنی به کی؟ ببین با وقتی صحبت میکنی با مخاطب اجازه بده مخاطب حرف بزنه. بعد شما صحبت کنید. خب بریم دو تا سوتی از کچل دوست داشتنی آبی ها یعنی علی منصوریان ببینیم. یکی از این سوتی ها در برنامه 90 عادل فردوسی پوره و یکی دیگهش در برنامه فوتبال برتر محمد حسین میثاقی. باید یه جلسه فنی بشینی رقیبت میره داخل بپرسین از مهدی. شما اینو به من نگفتین علی آقا، شما بعد از جلسه من آقا چرا میخندی؟ من خودم اومدم تو جلسه فنی علی آقا. یه بک‌گراندی بزنم به صحبت آقای فیروز کریمی. حرف قشنگی زد که گفتم موقعی هم که شاگردش بودیم یا شاگرد بقیه مربیامون بودیم میگفتن آقا توی حمله ایشون آقای محمد نوری بازیکن سابق پرسپولیسه. مثلا آوردنش برنامه مردم رو راهنمایی کنه. هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن. فقط من موندم مجری چرا هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن. جدی میفهمی؟ بریم سراغ دو تا از سوتی های استاد خیابانی و استاد فلسفه. هنوزم دیر نشده. 7 دقیقه در فوتسال خودش در 15 دقیقه وقته. الان 3-0 برده. آفرین بچه‌های دو با هم. من متوجه نمیشه بچه‌ها. یه بار دیگه دوباره 3-0 باخته بازی رو. آخه من ناراحت شدم. No God please no no no. به به ببین کی اینجاست. فرشاد پیوس عزیز. آقا فرشاد برامون یه خاطره تعریف می‌کنی؟ در نیمه اولم 10 نفره ما رو کردن. 10 نفره ما رو کردن. 10 نفره ما رو کردن. What the fuck. آقا اینجا اسم بازیکنه رو ببینید. انصافا من اینجا اسم نمیبینم که صدا سیاه ده. به موقع که اجازه نداد شینزوکوسکی شینزوکوسکی بریم سراغ برنامه فوتبال برتر و میثاقی فلک زده. فقط ببینید چقدر سرخ شد. آبش هم میگن آقای چیز بخوره. آقای میثاقی بخوره. آقا این روزا انقدر کلوف باره میثاقی بنده خدا میکنن که دیگه اسکوله در رفته و عصبانی شده. ما یه چکی رو مثلا از آقای میثاقی گرفتیم بازیکن ما بوده دادیم به آقا منو مثال نزنید باشه. بریم سراغ یه سوتی دیگه در یه برنامه دیگه. اینجا رضا رشیدپور از فیروز کریمی میپرسه اسم علیرضا فغانی که اومد یاد چی میافتی؟ فیروز کریمی هم ربطش میده به شیر سماور و اگزوز خاور و سعید فغانی. بله. شب فوتبالی ها هست آقا فیروز. آقای فغانی هم که آشناست دیگه اسمش. بله یاد چی میندازه شما رو؟ من یاد شیر سماور بریم سراغ سوژه بعدی که دوباره از برنامه 90 جایی که عادل فردوسی پور رضا عنایتی و 4 تا پسراشو دعوت کرده و یکی از پسر کوچیکای رضا عنایتی یه عکسی رو تو فضای مجازی دیده و فکر کرده واقعا باباش سرمربی بارسا و لیونل مسیه. کسی هست از بازیکنی که مقابل بابات بازی کرده مثلا میگه چرا بابای من اذیت میکنه، چرا این کارو میکنه؟ مسی. جان مسی کجا بازی کرده با بابات؟ پلیس قبلا با مربی بارسا بوده. خب میگه تو میگه من مربی بارسا هستم چی شد؟
با قبل ها مگه نبودی؟ این اصلا بحث راست میگه آخه یه عکسی بود یاد باشه. نه بریم سراغ سوژه آخر که دیگه تهشه. عادل خداداد افشاریان رو به عنوان کارشناس داوری به برنامه دعوت کرده، ولی به جای کارشناسی داوری خودش داره نسخه داماد و دختر آقای افشاریان رو میپیچه. اینطور شد من میرم جلو. برو خوشحال. بازی این شریفی داماد شماست؟ بله استاد. هر چی بگید دیگه درسته دیگه، چون داماد شماست. هر چی هست من میگم. خیلی خب این داماد شما بوده، یعنی دختر شما رو. بله. امیدوارم از این کلیپ لذت برده باشید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و پستای ما رو لایک کنید تا یه 10 تا دیگه جذاب دیگه. خدا نگهدار.